من گمان نمیکنم که یگان به مقصد سیاسی به مقصد اونه که هدفمندانه این بنا رو از بین ببرن، من گمان نمیکنم که در سر حکومتداران ما این باشد. ولی مطمئنا میتوانم بگویم که تنها به خاطر زیبا کردن و مجلا کردن و نظر ربا کردن دوشنبه شهر این عمل را انجام دادن. چرا مثلا سرورهای کشور امریکا همون بلیدام و یا قصر سفید رو خیلی محتشم 100 آشیانه 150 آشیانه میتوانند بسازند ولی نمیسازند، چون که قصر سفید مالی تاریخ است. یادگاری معماری این یا این عصر این یا آن 10 ساله است. همین قصری که سخن در بارش می رود، قصر شورای وزیران یا قصر مثلا سرداران دولتی زمانی شوروی تاجیکستان و بعدا هم تا بنیاد قصر ملت هم رهبران ما از جمله پرزیدنت امروزی تاجیکستان پیشوای ملت هم نیز فعالیتش را از اونجا آغاز کرده است. بگذار همچون یک یادگاری معماری عصری 20 بماند و طرح لایحه‌های نوشان را در دیگر جا بسازد.